بسم الله الرحمن الرحیم. شورای سالنگ ها سر از فردا برای وسایط تیلری باز می گردد. به اساس هدایت محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه امارت اسلامی افغانستان، مسیر اصلی شورای سالنگ ها فردا دوشنبه تاریخ 17 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برای تمام وسایط به شمول وسایط تیلری باز می گردد. وزارت فواید عامه کار بازسازی اساسی شورای سالنگ ها را در 3 بخش سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی و بخش خنجان دوشی آغاز کرده بود که خوشبختانه مطابق پالیسی اقتصاد محور امارت اسلامی افغانستان در نتیجه تلاش های تیمای تکنیکی این وزارت کار پلان شده امسال شورای سالنگ ها تکمیل شده است و کارهای فرعی اکنون هم جریان دارد. وزارت فواید عامه از تمام هموطنان عزیز و رانندگان محترم تقاضا می نماید که هنگام عبور از این شورا وسایل و تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند، قوانین ترافیکی را مراعات نمایند و به راهنمایی های تیم های موظف ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها توجه جدی نمایند و همچنان مطابق به جدول زمانی و جدول تعیین شده ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها رفت آمد نمایند.